و ببینید در مورد این داستان این چی اسمش، همین آقای شومنی که این داستانا رو شروع کرده، من پیش از این یک دو بار کوتاه اشاره کردم. وضعیت سیاسی ایران فکر میکنم تا یکی دو سال حتی بعد از جنبش سبز گریه‌دار بود. خیلی ها کشته شدن. ما پیش از اون جنبش 78 رو داشتیم، پیش از اون کشتار 67 رو داشتیم، کل دهه 60 کشته شدن. الان هم دونه دونه غریب واقعا توی زندانهای ایران دارن کشته میشن. اما شرایط سیاسی ایران مخصوصا چنین تیپایی شرایط سیاسی ایران رو از تراژدی تبدیل کرده به کمدی، یعنی خنده‌دار کرده قضیه رو. به همین دلیل من واقعیتش اصلا علاقمند نیستم که در مورد چیزهایی که هیچ فهمی در واقع درش وجود نداره نظری بدم. من هیچ چیزی درش نمیبینم در حقیقت. اون موقع چند نفر هی میومدن آقا نظر بده چیز بکن. اصلا چطور میشه؟ خیلی ابلهانه است که شما تصور بکنید که مثلا ما تو قرن دهم این سیستم رو داشتیم که یک سیستم خونخواری میاد سنی کشی میکنه و شیعه علوی صفوی رو میخواد راه بندازه که بنیانش روی تصوف بود و کشت. گندهشون شاه عباس کبیر بود که آدمخوار داشت، رسما آدمخوار داشت، یعنی نفر رو می آوردن جلوی جناب آقای عباس میخورد، نفرات رو میخوردن اون آدمخوارش. همینجور دیرکت. نه عزیزی دل من، به این معنی نیست که همه ابلهن یک نفر عاقل، نه خیر. هر اون چیزی که مسئلهش عقلانیت بشر نیست، مسئلهش زندگی نیست، مسئلهش راه حل‌های جدی و عقلانی برای بهتر شدن زندگی شهروندی ما نیست، این ابلهانه است. بلاهتی که نیچه رو میتونه بذاره مثلا پهلوی مولوی رو میذاره پهلوی مثلا مارکس رو میذاره نمیدونم پهلوی فلان رئیس مثلا شیخ خانقاه. آش شلوغ قلمکاریه که هیچ چیز از توش در نمیاد، همه ولن اون تو. چون فضا بی صاحبه، چون فضا سیستم نداره، هر کسی میتونه به در مورد خودش در مورد هر چیزی حرف بزنه دیگه، اشکالی نداره که یه آدمی رو حالا من نمیخوام اسم ببرم، یه دوست این همه عزیزان هستن نیچه شناس، این همه اساتید و محققین و تئوریسین های علم سیاست هستن که همینجا خارج از کشور ایرانی هستن دارن تدریس میکنن تو دانشگاه. این آدمو بذارید، یه نفر از این عزیزان رو هم بذارید با ایشون مثلا مناظره بکنه، دو کلام صحبت بکنن. نه فقط حالا این آدم، کلیت قضیه هر شکلی. اصلا این که فضا جوری میشه که خواننده، بازیگر، شومن، نمیدونم دلغک، اینها میشن پیام آوران سیاست، اونجا باید متاسف بود. اونجا باید در حقیقت دیگه هیچ سویه‌ای از روشنگری وجود نداره. من نمیبینم. من از کی حمایت میکنم که مخالف حکومته؟ من از هیچ شخصی حمایت نمیکنم، اما اگر زمانی یک سیستمی به وجود بیاد که اون سیستم که میگم یک تفکر اپوزیسیونی به وجود بیاد که ما الان نداریم فعلا، به وجود بیاد که اینها نزدیک باشن به بخشی از نگاه های سیاسی من و کمترینش اینه که ما یک جامعه متحد متنوع داشته باشیم، اون موقع من میتونم از چنین سیستمی حمایت بکنم، از چنین اپوزیسیونی حمایت بکنم، اما از هیچ شخصی حمایت نکرده و نمیکنم. کیو؟ اونا که تکلیفشون مشخصه دیگه. خب عزیزان، سوالات دیگه
داره میره به سمت در و دیوار. بسیار لذت بردم، خیلی خوشحالم که این فرصت رو در حقیقت خب دیگه باید کامنت رو ببندیم. بسیار خوشحال شدم که در کنارتون بودم برای این بیش از 2 ساعت. امیدوار هستم دیگه عزیزان نگن که لایف بذار و فلان اینا. هر دفعه که فرصت بشه چیز بشه هستیم در خدمتتون، توضیح میدیم مسائل رو. امیدوار هستم که مفید باشه، با اینکه من همیشه برام سوال است که آیا واقعا توضیح دادن، حرف زدن اینها کمک میکنه یا نه، چون در نهایت من هستم و سازام و خوندن و کاری که ما داریم انجام میدیم. باز هم توصیه میکنم تک تک شما رفقای خوبم رو، عزیزان رو، رفیقم که دارم بهتون میگم تو اون معنای کاری بفهمیدش، به اینکه بخونید و ساده انگارانه با مسائل برخورد نکنید، به جای خبرها و رویدادها و این حرفهای یکی دو روزه به اصل داستان اشاره بکنید، درگیر مفاهیم بشید، درگیر تفاسیر بشید، تعبیل بکنید، بحث بکنید با هم دیگه، ساز جدید یاد بگیرید، زبان جدید یاد بگیرید، فضا رو متحول بکنید، خودتون رو جدا کنید از ابتذال عمومی. این توضیحی که من براتون دارم، توصیه‌ای که در حقیقت دوستانه عرض میکنم خدمتتون، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم که خوب و موفق و سلامت باشید. ارادت.